خب از همون اولم پرسپولیسی بودیم. خب دروغ هم نداریم بگیم به قرآن نه، به پیر، به پیغمبر نه. من اومدم یه 6 ساله تمدید کنم بهش 6 تاییه. نمیگم کوچیکه، من با پرسپولیس ان شاءالله میخوام قهرمان آسیا بشم. تشویقم کردن تو استادیوم مثلا به خاطر مثلا 10 میلیارد و 20 اصلا دنیای پول به من بدن. هیچ وقت این کارو نمی‌کنم تو زندگیم که بخوام بی‌احترامی کنم، بخوام حرمت اون پیرانی که تنمه رو حفظ نکنم. خب خدا رو شکر یه مذاکره داشتیم با باشگاه پرسپولیس، به این نتیجه رسیدیم که 2 سال با هم همکاری کنیم. امیدوارم که در آینده اتفاقای سالهای گذشته پرسپولیس تکرار بشه.